بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب، شبتون بخیر. امشب خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد طاهرزاده هستیم با موضوع ازدواج سفید، پدیده‌ای که تو جامعه ما رخ داده و حرف و حدیث هم در موردش زیاده. سلام استاد، شبتون بخیر. خیلی خوش آمدید. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و بینندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم. انشالله که بشه گفتگوی مفیدی داشته باشیم. هستم خدمت. خیلی ممنون. جناب استاد، ما یه پدیده‌ای که این روزا باش مواجه هستیم بحث ازدواج سفیده که حالا با اسمای مختلف ازش تعبیر میکنن، به اسم همباشی میگن و حالا شکل‌های مختلفی هم ممکنه تو جامعه داشته باشه. عمده سوالی که به ما مربوطه و میخوایم در موردش امشب صحبت بکنیم اینه که ما توی زمانه‌ای یک نوعی از ازدواج و ارتباط زن و مرد رو داشتیم که ازدواج سنتی یا ازدواج دینی بود. در طول قرنها خانواده‌های ما، پدر مادرای ما، پدر بزرگ مادر بزرگای ما اینجوری با هم زندگی کردن، زندگی‌های حالا خوب. بعد در مورد این نمیخوایم صحبت بکنیم. اما امروز یه مدلی مطرح شده به اسم ازدواج سفید که خب ما میخوایم یه سری چیزها رو کنار بذاریم و این ازدواج رو به اون میلی که خودمون داریم، نه اون چیزی که گفته شده و تو سنت‌های ما هست و تو دین ما. حالا سوالاتی هست در موردش. ابتدا با این شروع میکنیم. حرف اینه چه اشکالی داره که مثلا ما بیایم یه روش جدید از ازدواج تأسیس بکنیم و از طرفی خب دختر پسر رو مینالن از این که مثلا زندگی سخت شده، کی میتونه ازدواج کنه، کی میتونه عروسی بگیره، کی میتونه جهیزیه بخره، کی میتونه نمیدونم هر کی میره ازدواج بکنه یه لیست بلند بالایی از مشکلات جلوش میذارن تا بیاد به اونجا برسه، به اون هدف برسه. بعدش هم با مشکلات دیگه‌ای مثل مهریه مثلا، البته مشکل که عرض میکنم با تعبیر جوانهای ما مواجه میشن. میگن آقا ما بیایم یه روش ساده تری بیاریم، راحت تری بیاریم به اسم ازدواج سفید که خب حالا یه مقتضیاتی داره که بیشتر در موردش بحث کنیم. اصل بحث اینه چه اشکالی داره که ما بیایم وارد یه همچین فضایی بشیم به جای اینکه همون ازدواج سنتی رو بخوایم ادامه بدیم. بله، این که خب میفرمایید یه سوالیه که طبیعتاً به عبارتی میشه بگیم سوال تازه‌ای نیست، بلکه از نیمه دوم قرن 20 این علنی شد و خب قبلش هم بود. اما اگر بخوایم این رو در کنار اون حالا اونچه که شما به اسم ازدواج سنتی، ازدواج مذهبی نام بردید بذاریم یا حتی بگیم ازدواج عرفی اینو قرار بدیم، اینو باید یه تقسیم بندی تو ذهنمون داشته باشیم. یکی این که خب در ادبیات دینی ما ازدواج داریم. خب حالا مثلا بخوایم دین اسلام بگیم که ما یک ازدواج دائم داریم، یک ازدواج موقت که حالا هر کدومش هم حکمت‌های خودشو داره. و از جهت فرهنگ خودمون هم حالا فرهنگ ایرانی اسلامیمون که خب ازدواج دائم هست. و اما اون ازدواج سفید، نکته‌ای که جالبه و مخاطبمون هم میدونه اینه که همون خواستگاهش که غرب بود اونجا هم میگن ما ازدواج سفید میکنیم تا بعداً ازدواج کنیم. این خودشون هم اینو به عنوان یه ازدواج قبول ندارن و لذا به اسم همباشی بیشتر میشه تعبیر کرد، چون که واقعا ازدواج نیست. اساساً میگن که ما چون نمیخوایم ازدواج کنیم و در اون قید و بندها باشیم میایم سراغ همخانگی یا همباشی. بنابراین حالا ما با همین تعبیر همباشی پیش بریم. چیزی که خب طبیعتاً شاید توی اون مرحله اول بگن تبلیغ هم میشه، بر این اساس هم تبلیغ میشه، شاید بر این اساس هم ذهن مخاطب رو بخوان گرایش بدن به این همباشی یا حالا همخانگی یا ازدواج سفید. همین بحث هزینه هایی که میگید مطلب قابل توجهیه، اما اگر ما به چند تا چیز توجه کنیم و تک بعدی نگاه نکنیم به قضیه،
شاید بتونیم بهتری مسئله رو تحلیل بکنیم. حتی ما اینجا نمیخوایم خوب و بد مطرح کنیم، میخوایم یه سری گزاره‌هایی رو ارائه بدیم و مخاطب خودش تصمیم بگیره. نکته اولی که من الان میگم و باز در ادامه هم اگر لازم شد روش تأکید میکنم اینه که آیا ما به خاطر فرار از چاله باید به چاه بیفتیم؟ یه شعری هست که میگه افسوس که از چاله به چاه افتادیم، از اوج سحر به شامگاه افتادیم. یعنی این درسته که یک افقی به همون نشون میدن، ولی تحلیلش بکنیم ببینیم چطوره. نکته اولی که میخوام بگم و این که میگم بعداً هم شاید تکرار بکنیم اینه که در همه ادیان و مذاهب این همباشی ناهنجار شناخته شده. حالا شما تعبیر کنید به حرام. و آیا این اولین سوال، آیا ما به خاطر اینکه یه کاری بکنیم که شاید ابتداءً خیال کنیم ساده است، که حالا جلوتر هم پیش میریم در موردش صحبت میکنیم، آیا بیایم حرام الهی رو مرتکب بشیم؟ اون رابطه قلبی که هر بشری بالاخره با خدا داره و نمیخواد این قطع بشه، یعنی وقتی به لایه‌های درونش رجوع میکنه میبینه نمیخواد این ارتباطش قطع بشه. آیا به خاطر اینکه مثلا با یک کسی باشه و هزینه بیشتری نده ارزششو داره این ارتباط رو قطع بکنه؟ یا خب استاد این ارتباط من متوجه نشدم، ارتباط با چی دقیقاً؟ ارتباط با خدای متعال، ارتباطی که تو فضای دینی مطرح میشه. یعنی شما نگاه بکنید، ما حتی اگر بگیم ما همین جوانای خودمون رو نگاه میکنیم، بعضی وقتا یکم صحبت میکنیم میگه حاجا من مسلمونم من بیدین نیستم یعنی اگر دارم یه کاری هم میکنم از این بابه. چرا نمیخواد بیدین باشه؟ چون میخواد اون ارتباط قلبیش با خدا رو حفظ بکنه. یا حتی ارتباطی که خب جوانای ما با اهل بیت دارن، این عیب هست توی خاطرات خیلی از عزیزان هست، بعضن کلیپاش هم میدن بیرون و دیده میشه که یا مثلا یه کسی که شاید پوششش هم ما در ابتدا یه علامت سوال روش بذاریم یا برنتابیم، تا کار به امام حسین علیه السلام میکشه میگه این دیگه خط قرمز منه. پس نکته اول این که ما برای رسیدن به یه هدف آیا هر کاری باید بکنیم حتی اگر پاروی دین و احکام دین بذاریم؟ این نکته اول. نکته دوم، من حالا خودم بعضی وقتا تو این بحث اقتصادی این مسئله فکر میکردم یا مطالعاتی میکردم، میدیدم که ما خوبه به مخاطبمون بگیم آقا تو بشین این هزینه های ازدواج رو لیست کن. خب مسکن، آیا تو هم باشی مسکن نمیخواد؟ خورد و خوراک، پوشاک، هزینه‌های روزمره. با این تفاوت که توی ازدواج میگه که تهیه اینا رو شوهر متعهده، اون پسر متعهده که اینها رو تهیه بکنه. این تعهد تازه تو همون همباشیه نیست ولی تو ازدواج هست. پس این هزینه‌های بعد از شروع زندگی، هزینه‌های روزمره که خب این که هست. حالا میمونه هزینه‌های شروع ازدواج و اینها که اینو اتفاقاً ما باید یه اعتراضی خودمون بکنیم که چرا یه جوری هزینه‌های ازدواج رو بالا بردن و یه کارایی کردن که همین جوون دست گل ما که نمیخواد بیدین باشه، نمیخواد مرتکب ناهنجاری بشه ولی مجبوره بره. این یه بحث جدایی میطلبه که اساساً هزینه‌ها باید پایین بیاد و اصلا حرف اسلام همینه. و توی روایات هست، توی نکات تاریخی هست که بعضی وقتا پیامبر مثلا مهریه قضایاش معروفه دیگه، کی حاضره یه خانومی هست میخواد ازدواج کنه از آیون تو مسجد، کی حاضره ازدواج کنه؟ یا رسول الله من حاضرم. چی مهریه میتونه بدی؟ ندارم هیچی. قرآن میتونی یادش بدی؟ بله، برید ازدواج بکن. یعنی مثلا مهریه رو همون تعلیم قرآن قرار دادن. بنابراین اون چه که باید دقت بکنیم هزینه‌های زندگیه که این خوب تو همش هست. دو تا نکته دیگه رو من میخوام تو این مسئله بگم، خوب باید دقت کنیم. نکته اول، یعنی بعد از این بحث این که یه سری هزینه‌های مشترکه، نکته بعدیش اینه که اساساً مشکلات اقتصادی توی زندگی با دو تا چیز بیشتر حل میشه. یک، همدلی، دو، مسئولیت پذیری. که دقیقاً این دو تا چیز توی همباشی کم رنگ تره. نمیخوام بگم اصلاً نیست، شاید بعضیا بگن ما خیلی به هم متعهدیم، ولی میخوام حالا بر اساس آمارها و اینا هم یه صحبتی بکنم. شما نگاه کنید توی همباشی هزینه اقتصادی پایدار برا هم نمیکنن، چون اصلا با این اساس وارد این همباشی شده که میگه میخوایم امتحان کنیم، میخوایم آماده بشیم، میخوایم
بیگدار به آب نزنیم، راحت میتونیم به همش بزنیم. خب جالبه این که میخوایم راحت به هم بزنیم و بعضی وقتا به عنوان یه حسن، نقطه مثبت به حساب میارن، در حالی که همین که میگی راحت میخوام به همش بزنم، پس برای همدیگه هزینه اقتصادی نمیکنید. خیلی حساب شده شخص ممکنه کار بکنه. این کاری که میکنم بعدن اگر این ازدواج ما، این همباش که ما به ازدواج منجر نشد، اون وقت چی؟ از جیبم نرفته باشه. پس یکی بحث این مسئولیت پذیریه، در قبال هم احساس مسئولیت بلند مدت نمی کنن. دو همدلی اینو دیگه از این اونایی که اهل بالاخره از مشاورین یا از اونایی که اهل تجربه‌ان، از پدر مادرامون، از پدر بزرگ مادر بزرگامون که بپرسیم، یعنی همدلی مشکلات اقتصادی رو حل میکنه. و این رو حالا من جلوترم باید حتما عرض بکنیم توی گفتگومونم، شما هم کمک بکنید که این روشن بشه که اساساً وارد همباشی که میشن دست به عصا راه میرن. عشق متزلزله که اصلا اسمشو شاید عشق نشه گذاشت. حالا ببخشید جناب استاد، یه نکته که اینجا هست، اصلا بحث مسائل اقتصادی تو همباشی این شکلیه که آقا من هزینه زندگی خودمو بیارم، تو هم هزینه زندگی خودتو بیار، یه غذایی هم که می‌پزیم هزینه‌اش تقسیم بشه، نمیدونم اگه می‌خوایم سفری بریم خلاصه نصف نصف باشه، نمیدونم 50-50 خرج بکنیم، کسی خرج اون یکی رو نیاز نیست بده. یعنی جوون امروز حس میکنه که اصلا من اینجور راحت ترم، مخصوصا آقایون، یعنی آقایونی که وارد این فضا میشن میگه خب من چرا باید هزینه زندگی و خورد و خوراک یه خانم دیگر رو بدم که حالا این مثلا با من زندگی بکن. نه، ما بیایم بگیم این زندگی من و تو خرج خودتو بده، من خرج خودم میدم، اجاره خونه نصف بشه، نمیدونم هزینه ها نصف بشه. ظاهرش تو فضای اقتصادی الان اینجوری به نظر نمیاد که حساب کتابی تره که حالا مثلا من بیام بگم من الان خرج خودم میدم، کارم میکنم، خرج خودم میدم، تو هم کار کن، خرج خودت بده، شب میام خونه با هم زندگی میکنیم، حالا به هر نحو و به هر مقداری که خودمون تعریف کردیم. بعدم میگذره دیگه. در مورد اون مسئله بلند مدتش هم مثلا شاید اون پسر حس کنه که خب اگه من بیام خرج این خانوما از خرجام کم کنم، میتونم یه قسمتی قول خودشون سیو کنم یا پس انداز بکنم که بعداً مثلا برای خودم فلان چیزو داشته باشم. حالا اون دخترم طبیعتاً اینجا بیشتر ضرره به دختره میرسه دیگه، یعنی اون دختر اون هزینه‌ای که میکنه بیشتره، ولی خب از اون طرف آقا پسر اینو میگه دیگه. بله، اولا اینطور نیست که بگیم 100% همباشی ها اینه که نصف نصف هزینه بدن، توافق دیگه. بله. ولی عمدهش اینجوریه، یعنی اون چیزی که تعریف شده، مخصوصا اون تعریفی که دارن از مثلا به قول شما از کشور غربی میارن، یا حالا یا به اسم موو این میگن یا به اسم مثلا همخونه خودشون میگن، اینو این شکلی تصویر میکنه. به هر حال عرض میکنم حالا شکل‌های مختلف داره، این هم هست، حالا حتی به قول شما بیشترین موردشه. و اتفاقا این مسئله اینه، نکته‌ای که گفتید خیلی قابل توجهه که بازنده اصلی این وسط کیه. یعنی یه دختر خانومی که میتونست وارد یه خانه‌ای بشه که بدون دغدغه اقتصادی زندگیشو بکنه، این الان بالاخره باید یه بخشی از هزینه‌های زندگی رو متقبل بشه، جدا از این که حمایت قانونی هم نداره. توجه داشته باشید حتی کشورهای غربی که همباشی رو بعضن میخوان از جهت قانونی یه حمایت هایی بکنن، از همباشی در مقابل ازدواج حمایت نمیکنن. قانوناشون رو ببینید، قالب قانونها مال اینه که بعد که اینها از هم جدا شدند چطوری از این زن مثلا حمایت بکنیم که حق و حقوقی که توی اونجا مثلا پسر متعهد شده مثلا این بهش داده بشه، یا اینکه تکلیف اموال مشترکشون چی بشه. در حقیقت این طور نیست که حمایت بکنن از همباشی در مقابل ازدواج، چون خود اونا میدونن که همباشی نمیتونه جایگزین ازدواج باشه. حالا باز با آمار میتونیم جلوتر بگیم. پس ببین عرضم اینه، برگردم به این که آقا اگر بگن آقا ما نصف نصف تقسیم میکنیم، خب اولا اینجا اون دختر خانم میگه که پس من اون حامی که همه جوره حامی مالی من باشه و متعهد باشه نسبت به من، خب اونو ندارم. اگر پسر بخواد عشقشو ثابت کنه این مهمه. اگر بخواد عشقشو ثابت کنه
و مثلا این که یه اصطلاحی داریم میگن که اونی که ارج داره خرج داره، یعنی اگر نزد تو یه ارجی داشته باشه براش خرج میکنی. و اینو اصلا من به نظرم از همین جوانای خودمونم بپرسیم، تا میخواد محبتش رو ثابت کنه، تا میخواد بگه من دوست دارم، اگه دختره بگه خب چرا فقط زبونی میگی، این چطوری این محبتش رو ابراز میکنه؟ طبیعتاً هدیه دادن ها، خرج کردن ها و اینجور چیزها. پس ما نمیتونیم، شاید توی ادبیات بین طرفین اول کار بگن آقا هر کسی سهم خودش، ولی طبیعتاً بعد از مدتی این توی لایه‌های وجودی اون دختر میاد که این اگه منو دوست داشته باشه برام خرج میکنه. پسرم که دست به عصا برای خرج میره، یا خرج نمیکنه که خب نمیتونه محبتش رو ثابت کنه، یا اگه خرج کرد که همون زندگی قبلی میشه، یعنی مثل زندگی عادی میشه، عرض کردم اون خرجای روزمره، و از این به بعد میخواد محاسبه شده تر خرج بکنه که عرض کردم. بنده خدا این دختر خانم اومده بود میگفت که خب حالا من چیکار کنم؟ دیگه هیچ راهی برای برگشت برای خودش نگذاشته بود و اینو اذعان داشت. حالا شاید یه کسی بگه آقا من چی شده، ولی اون آسیب دیده، بالاخره یک تجربه خیانت دیده و نمیتونه با این کنار بیاد. اون قضیه فرزند هم که عرض کردم، ببینید توی بحث همباشی اگر که این منجر بشه به باردار شدن، این مادر یا این فرزند رو سقط میکنه که جدای از این که داره یه آدم میکشه و اون بحث حرمت شرعی و ایناش هست، طبق همین هم تجربه‌ای که داشتیم هم آماری که میدن، میگن اینها تا آخر عمرشون اون عذاب وجدان رو دارن. اون آدم کشته، آدمی هم که کشته بچه خودش بوده. اگر نه این به دنیا بیاد، در قالب موارد این بچه رها میشه. در برخی موارد که میمونه، باز آمار دادن که 80% موارد اینا تک والدی میشن که در قالب موارد هم با مادر زندگی میکنن. یعنی این خودش یه طلاقه، یعنی میشه بچه یه طلاق و تازه بدتر از اونه. چرا؟ چون حالا عرض میکنم ایشون بدون اینکه ازدواجی بکنه شده مادر یه بچه‌ای که هیچی متعهد نیست نسبت بهش، حالا ارث و اینها نداره، عملاً پدر نداره. توی کشورهای غربی این که میخوان همباشی رو تبدیل کنن به این حمایت هایی که گفتم و این که میخواد بعد از این که همباشی با همدیگه بودن اینو تبدیل کنه به ازدواج، برای اینکه هم میخواد انگ فرزند نامشروع ولو نامشروع اجتماعی رو این بچه نباشه، دو اینکه حمایت قانونی داشته باشه. این بچه حمایت قانونی نداره، پدر نداره. خب حالا اگر که این بچه به دنیا آمد و اون 20% که پدر و مادرش با همدیگه میمونن جز اونها اگر باشه، طبق آمار باز میگن که مشکلاتی که این فرزندها دارن توی جامعه از جهت افسردگی و مشکلات عاطفی، از جهت مسائل مواد مخدر، فرار از دبیرستان، بگیم مدرسه که خب غالبا تو اون سن دبیرستانی هست، درصد اینها از درصد بچه‌های عادی تو این مشکلاتشون بیشتر از اوناست از جهت آماری که گرفتن. بنابراین خود این بچه اصلا به دنیا بیاد به دنیا نیاد، به دنیا نیاد یه مشکلی، به دنیا بیاد باز مشکل. یه مسئله که هست، آقا میگن ما میخوایم همدیگه رو امتحان کنیم، شما میای به من میگی بیا برو تو ازدواج، بیا برو تو فضایی که خب طلاقش حداقل از نظر عرفی جالب نیست، پذیرفته نیست، بعد مشکلات بعدش مهریه، بالاخره اینا چیزایی که وجود داره. و اگه بخوایم سر صحنه بخوایم کف میدونی حرف بزنیم همینه دیگه. یعنی میگه من برم با این خانم وارد زندگی بشم، من برم با این آقا وارد زندگی بشم و همون دوست نداشته باشم. شما راهکاری ندارید به من بدید که من بخوام تست کنم، امتحان کنم، به قول معروف پرو کنم، ببینم میخوام این دختر رو، میخوام این پسر رو، میخوام این زندگی رو. برای همین میگن آقا ازدواج سفید اصلا راهکاره، این همباشی راهکاره برای اینکه من بتونم یه نمونه، یه مدل پیشینی داشته باشم تا وارد زندگی مشترکم که میشم به مشکل نخورم. این چطور میشه جواب داد؟ یعنی خب این معضلی است دیگه. حالا بعضی‌ها مطرح میکنن اینا رو. بفرمایید. من با یک آمار شروع بکنم. همباشی هایی که بعد از هم جدا میشن
طبق آمار 30% بیشتر از طلاق‌های بعد از ازدواجه. خب این حالا آمار میخوایم اینو تحلیل کنیم چرا. من اون عرضی که اول کار داشتم یعنی همباشی هایی که منجر به جدایی یا نه تو همون فضای همباشی منجر به جدایی فرق نداره، چه منجر بشه به ازدواج و بعد جدا بشن چرا اونهایی که با همدیگه بودن اینها بعداً جدا میشن 30% بیشتر است تا جدایی ها و طلاق هایی که مال ازدواج های رسمیه. من اون عرض اولم رو یه بار تکرار کنم. اولا میگیم فرض کنیم این آشنایی حاصل میشه، خیلی هم خوبه. آیا برای این آشنایی باید آدم حرام شرعی رو مرتکب بشه و احساس دوری از خدا بکنه؟ این اولا، این علامت سوال. بعد اصلا ببینیم این آشنایی حاصل میشه یا نه. شما توجه داشته باشید چرا این آمار جدایی بعد از همباشی بیشتره؟ خیلی طبیعیه، چون توی یک فضای هیجانی خواستن همدیگه رو بشناسن، فضای دل دادن و قلبه گرفتن. اصلا تو اون فضا آشنایی حاصل نمیشه. این اولا. اصلا ممکنه خودش هم بروز نده، میگه من تو این تایم میخوام اصلا یه جوری رفتار بکنم که دل طرفو به دست بیارم، اصلا نمیخوام. یعنی امکان این هست که طرف خودشو اونجوری که باید بروز نده تو بله. فضای پیشینی. بله. پس این حالا نکته اولش. نکته دوم این که باشه دختر خانم میخوای با هم آشنا بشید، سوال ما اینه تجربه اول آشنایی رفتی دیدی به درد هم نمیخورید، خب میخوای چیکار کنی؟ تجربه دوم میخوایم آشنا بشیم، نپسندیدید هم دیگه رو، تجربه سوم. و آیا چقدر دیگه کرامت برای این دختر میمونه؟ یعنی آیا اون حس که من باید دوست بدارم و دوست داشته بشم، من یک دخترم، من یه ایرانیم، من یه مسلمونم، یا نه اصلا حتی اگر اون باورهاشو کنار بذاره میگم من یه انسانیم که احساس میکنم خیلی راحت به همه به بهانه آشنایی اجازه دادم که وارد حریم شخصی من بشن، این چقدر دیگه برای خودش حریم میتونه قائل بشه؟ اینم نکته دوم. و اون اعتماد به نفسش آسیب هایی که میبینه. مسئله دیگری که باید بهش توجه کرد تو این فضای آشنایی اینه الان حتی تو فضای خارج از مسائل دینی تا دو نفر میخوان با هم ازدواج کنن، خیلی هم الحمدلله اینا الان رونق پیدا کرده، میگن برید مشاوره، برید تست بزنید، برید با این تست های کاری کنید، اون لایه های درونیتون که حتی خودتون الان متوجهش نیستید با یه تست و با یک مصاحبه اون مشاور اینا رو تو دید شما بگذاره. بنابراین اگر کسی بخواد واقعاً طرف مقابلش رو بشناسه طبیعتاً باید تو اون فضای مشاوره و کلاس‌های قبل از ازدواج وارد بشه. و اگر حتی صلاح بر این دیده شد که یک آشنایی از نزدیک در حد محرمیت باشه، خب اتفاقاً اسلام اینجا ازدواج موقت رو گذاشته. یعنی برای اینکه اون حس گناه حاصل نشه، یک، دو، تحت ضوابط شرعی باشه، یه تعهداتی داشته باشه، خانواده در جریان باشن، بن‌بست نداریم. و من یه گلایه‌ای هم بکنم از بعضی ها که این تعبیری که حالا شما به کار میبرید و به کار میبرن، مثلا پرو، من میخوام مثلا پرو کنیم، این که ما اینقدر شأن دختر رو پایین بیاریم که تو مثل یه لباسی که من پروت میکنم، خب بعد از مدتی من لباسمو کنار میذارم. اصلا این تعبیر زشتیه. ای بسا ما بگیم باریکلا چه تعبیر خوبی به کار بردی، باید قبلش خب این پرو کردن که این یعنی اونقدر شأن رو پایین بیاری که میخوام پرو کنم، بعد نپسندم چیکار کنم؟ کنار بذارم. کهنه شدی چیکار کنم؟ کنار بذارم. آخه اینا میان میگن که قرآن فرموده که هن لباس لکم و انتم لباس لهن که البته این لباس بله خب این میگن لباس از این جهت که عیب هم دیگه رو میپوشونه. این فرق داره با این که یه لباسی باشه که من به قد و قوارم میخوره یا نه، و اگه نخواستم راحت کنارش بذارم. نگفتن هن دستمال لکم. بله این عملا همونه، این عملا میشه همون دستمال. آره این لباس دارن جای اشتراک لفظی، این خیلی ربطی به اون نداره. بله جناب استاد، حالا اینا نکته‌هایی بود که میگفتن و حالا رفت و برگشت گفتیم، اما یه سری آسیب‌های دیگه‌ای هم اینجا وجود داره که واقعا اگه بخوام یه دختر، یه خانم، یه پسر، یه شخصیتی که میخواد وارد این فضا بشه که عمده همونجوری که بحث کردیم دخترها اینجا آسیب می‌بینن، وارد این فضای ازدواج سفید بشه، چون ابتداش به قول شما یه فضای احساسیه، من دوستت دارم و بریم مثلا زندگی کنیم و خوش میگذره. آینده اینا چی میشه؟ بعد یه مدت به کجا میرسن؟
فضای زندگیشون، مقبولیت اجتماعی، اون آسیبایی که میشه اینجا فرض کرد و ما به ذهنمون میرسه، از با تذکر ممنون میشم برامون بگید. ممنون. خواهش میکنم. من باز تأکید میکنم رو این که شخص داره حرامی رو مرتکب میشه، حرامی که حریم خدا رو میشکنه و برای همین امید همه ادیان ازدواج دارن، نه همباشی. جدای از این و اینکه یک جرمیه که براش عقاب‌ها در دنیا حتی عقاب‌های سنگینی دیده شده. این یعنی یه چیزی نیست که شوخی باشه. کانون خانواده به هم میخوره، خانواده‌ای که این دختر بهش نیاز داره. پس جدای از اینها که عرض هم کردم، این که الان از این ارتباط این پسر و دختر خانواده حمایت نمی‌کنن و خودمونم میدونیم خیلی از مشکلاتی که برای دختر و پسر اول ازدواجشون پیش میاد با حمایت خانواده حل میشه. اینا خانواده رو ندارن و بعضن حتی به خاطر یه القاءاتی که بهشون شده میگن چه اشکال داره، خودمون میتونیم، و حتی فرار زیاد داریم تو این زمینه دیگه، فرار میکنن میرن جا دیگه و این حمایت خانواده رو از دست میدن. خاطرات و داستان‌ها تو این زمینه زیاده که اینها رفتن و بعد به چه روزگاری افتادن و بازنده اصلی هم که خب میدونیم دختره، و البته این به این معنی نیست که پسر هیچ آسیبی نمیبینه، اونم به شدت آسیب میبینه. بله، اصلا حس این که من خیانت کردم، این احساس گناهش، اینها یعنی برای پسر هم سنگینیه. پس یکی این که خانواده حمایت نمیکنه، دو قانون حمایت نمیکنه. الان شما نگاه کنید همجنسگراها که میخوان این رو به عنوان این ایدهشون رو قانونی کنن، برای چیه؟ قانون تو رو نپذیره، چه اشکال داره؟ این برای اینکه میگه من هویت اجتماعی ندارم. این نداشتن هویت اجتماعی تحت قانون، تحت حمایت قانون نیستی، اگر تعهداتت رو طرف مقابل ادا نکرد بتونی یه جا بری بگی این تعهدات کو؟ نداشتن حمایت قانونی، نداشتن پشتوانه قانون، نداشتن حمایت اجتماعی، این هم خب باز یک آسیب دیگه. یه چیز دیگه این که من به نظرم رو این باید خیلی دقت کرد، اینه که ما اسم اون محبتی که توی همباشی هست و میذاریم عشق. عشقی که شما همیشه نگرانی که نکنه اون منو نخواد، یا موجب میشه که دست به عصا راه بری تو دل دادن، یا اگر دل دادی هی نگران باشی. عشق متزلزل، نکنه به راحتی از بین بره، نکنه این منو کنار بذاره. من هیچ راهی هم ندارم، از اون طرفم واقعا هیچ حمایتی نمیبینم و خودم من پذیرفتم. بله. منم از اول پذیرفتم. یعنی من پا روی زمین متزلزلی گذاشتم. بله. که هر روز برای من استرسه و من احساس میکنم این موجب میشه که بشر امروز کم کم موجب بشه عشق و دیگه تجربه نکنه. حتی همین عشق به جنس مخالف، عشق بین انسان‌ها رو نتونه اونو تجربه کنه. چرا؟ چون دیگه به جای اینکه عشقی که محل آرامشه براش تبدیل شده به یک محل نگرانی، و عرض کردم کم کم جوری میشه که ای بسا این عشق رخت ببنده و بره، در حالی که میگم عشق مأمنه، این میخواد توی اونجا آرامش پیدا بکنه. کم کم دیگه میبینه اصلا عشقی معنا نداره. و من احساس میکنم اینکه بعضن میبینیم چه دختر چه پسر ما کم کم میگه آقا خب من اشکال نداره، آقا خودم پذیرفتم. بعضی وقتا میبینی الان از برای طلاقش میره جشن میگیره، میگه تجربه اولم بود، حالا تجربه دوم چی؟ آقا از بین رفت، میخوام یه تجربه سومی هم داشته باشم. کم کم به جایی میرسه اونی که وارد ازدواج شد همون لحظه چیزی به نام طلاق رو جلو خودش بگذاره، این هیچ وقت برای پایداری عشقش نمیجنگه. یکی از چیزایی که برای خوبی این همباشی میگن این که راحت از هم جدا میشیم، و من میگم مگه این خوبیه؟ این که راحت از هم جدا بشه یعنی وقتی یه مشکلی برات پیش اومد بگی اشکال نداره جدا میشیم. این یعنی در مشکل صورت مسئله را پاک کردن. این یعنی من نمیخوام رشد بکنم در فضایی که یه مشکلی برام پیش اومده، حالا میخوام با اون مشکل بجنگم. مثلا آدما تو همین جنگیدن و تو همین سختیان که رشد میکنن، رشد اصلا بزرگ میشن. مثال میزنن که درختایی که تو کوه در میاد و با آب کمتر و احسنت چوب بهتری داره. و حتی ببینید وقتی من احساس مسئولیت کنم اون وقت خودم رشد میکنم. اگه من احساس کنم پدرم، ببینید شما نسبت به بچه همسایتون اگه یه کار اشتباهی بکنه هیچ تعهدی نداری، ولی نسبت به
فرزند خودتون اگه یه اشتباهی بکنه میرید برای حلش، ولی اگر به شما یاد بدن آقا میتونی همینجا این فرزند رو بذاری کنار، تمومش کنی رابطه پدر فرزندی رو، رابطه مادر فرزندی رو، این یعنی پس من کی رشد بکنم؟ و این نکته جالب توجه اینه که باز طبق آمارها سال 2018 یک نظرسنجی توی آمریکا کردن از مردم عادی در مورد دو چیز، یکی همباشی، دو مادران تنها. مادری که الان در دوره مجردیش به سر میبره، بچه داره ولی خب دیگه جدا شده و از اون همباشی جدا شده. 40% مردم این کار رو ناپسند شمردن و اینو محکوم کردن. سال 2021 این 40% شده بود 47%، یعنی همون نظرسنجی و همون مؤسسه با همون جامعه آماری. این خودش نشون دهنده چیه؟ نشون دهنده که یه پدیده‌ایه که توی خود جامعه هم این تقبیح میشه، ناپسند شمرده میشه. و باز من اونو تأکید میکنم، خود حکومت‌های غربی و مجالس قانونگذاریشون حتی اگر قانون بگذارن، قانونی نمیگذارن که این در مقابل ازدواج حمایت بشه، بلکه فقط برای اینکه اینا که بعدن جدا شدن، جالبه اونم فکر جدایی میکنه چون میدونه که اینا اکثریتش به جدایی منجر میشه. و یه نکته دیگه هم اینه که اینا وقتی به یه سنی رسیدیم مادر و جذابیت‌های خودش رو از دست داد چه بر سرش میاد؟ بله اساساً شما نگاه بکنید، یک خانم که سرمایش میشه اون تراوت و جوانی و زیبایی و روحیه و شادابیش، اینو شما مثلا فرض کنید بگید که آقا تا 40 سالگی 45 سالگی، بعد از اون اگر در یک فضای انسانی عادی خودش وارد شده باشه، توی اون سن بچه داره، ای بسا عروس و دوماد داشته باشه، بزرگ یه خانواده است، یه کسیه که توی خانواده افراد زیادی بهش احترام میذارن و اون بحران 40 سالگی که معروف دیگه پیش میاد، اون خانومی که هیچ کسی رو نداره، بلکه ای بسا یه بچه‌ای داره که هیچ کسی نیست اونو پشتیبانی بکنه و در زندگی قرار گرفته که خب جذابیتی براش دیگه الان هم جذابیت نداره، اون شادابی و نشاطش رو از دست داده. جذابیت یک خانم تو اون سن جذابیت برای فرزندشه، برای کسیه که اونو مادر خطاب کنه، برای او جذابه، ولی برای کسی دیگه جذابیت نداره. این مادر یا بگیم این خانم توی این همباشی بعد از این مدت کسی رو نداره که خواهانش باشه و اون افسردگی 40 سالگی و اون احساس پوچی بعد از 40 سالگی که حاصل میشه ضریب میخوره. ولی اگر یه کسی توی همون بستر انسانی خودش، دینی، قانونی، حمایت‌های جامعه رشد بکنه، اون سن اتفاقا احساس میکنه که کسانی رو داره که خودشو در اونا ادامه دار میبینه. اساساً این که حاضر برای بچهش ایثار کنه، این از خودگذشتگی مال اینه که اونو ادامه خودش میبینه و اون ولی در مقابل اون حس خودخواهی اتفاقا مال اینه که من کسی رو ادامه خودم نمیبینم، خودم رو در یک گستره و وسعتی نمیبینم، که حالا این یه بحث مفصلی میتونه داشته باشه. خیلی ممنون لطفتون. خواهش می‌کنم. خوش آمدید امشب استفاده کردیم از بیان شما. تشکر میکنیم از همه عزیزانی که ما رو تماشا کردن امشب و ممنون از جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد طاهرزاده، مدرس و محقق حوزه علمی قم، که در این مورد امشب با هم صحبت کردیم و استفاده کردیم از محضرشون. شب خوبی داشته باشید. یا علی، خدا نگهدارشون.